سلام و درود دوستان، میخوایم آپدیت اندروید 9 تیوی به اندروید 11 رو تو تلویزیون شیائومی سری می تیوی 4S بهتون نشون بدیم. با ما همراه باشین. فایل زیپ رو که لینکش رو داخل کپشن گذاشتیم دانلود کنین، روی فلشی با فرمت FAT32 به تلویزیون متصل کنید. بعد دکمه اوکی و بک رو روی کنترل همزمان با هم فشار میدیم، کابل رو از برق میکشیم و دوباره وصل میکنیم. چند ثانیه منتظر میمونیم تا حالت ریکاوری بالا بیاد. حالت ریکاوری که بالا اومد، گزینه چهارم اپلای آپدیت فروم اکس رو میزنیم، SD کارت رو انتخاب میکنیم که وارد حافظه فلش بشیم. فایل زیپ رو انتخاب میکنیم که آپدیتمون انجام بشه. این ممکنه 3 تا 5 دقیقه زمان ببره. الان آپدیتمون انجام شده. برای رفع باگ احتمالی بهتره که یه بار فکتوری ریست کنیم، بعد گزینه ریبوت رو میزنیم که تلویزیون بالا بیاد. با این کار کل حافظه تلویزیونمون پاک میشه و باید دوباره از اول تلویزیون رو راه اندازی کنیم. زبان فارسی تو اندروید 11 اضافه شده. انتخاب میکنیم و طبق مراحل پیش میریم که تلویزیونمون راه اندازی بشه. خوشبختانه دیگه لازم نیست صرفاً برای اندروید 11 و زبان فارسی پول بیشتری برای خرید تلویزیون بالاتر هزینه کنیم. کانال‌های ارتباطی ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین تا از قیمت‌های خوب فروشگاه و آموزش‌های بعدیمون جا نمونین.